бародарҷон, барои омадани Англия камтар маълумоти бештар медодӣ, ки фаҳмотар шавад барои мардум. Чӣ хел биёем ба Англия? خب سوال بهترین هر روز همین سوال ای ما میپرسن ای همه بچهای غریبی که در انگلیس هستن میپرسن مسئله اومدن به انگلیا همین است یکم ویزای تیر 5 برای فرموده کار اومدن یعنی من توضیح گفته بودم محکمه برای تاجیکا برای آدمای نو دوم ویزای تیر 2 است که برای این خیلی مشکل است یکمش ما باید اسپانسر بیاوریم برای کار اومدن سومش ویزا استودنتی یا اینکه توریستی چهارمش توریستی میشه ویزا استودنت صفتی در تاجیکستان مرکز رانندگان توضیح میکنه که شما را همچون استودنت روان میکنه در اینجا خوندنی که اومدن استودنت که باشین شما در هفته 20 ساعتی کاری اجازه دارین میتونن که 20 ساعت برآمده کار کنین برای زندگیتون پیش بردن داخل همین لندن مسئله ویزای توریستی بچه‌ها 6 ماه سر میشه تو چند ساله هست من روزی گپ نمیدونم میتونن برای ویزای توریستی شخصا در مراجعت کنن که اونا پاکت دکومنت شما رو یعنی حجت های شما رو طرح میکنن درست میکنن با شما پیشنهاد میکنن میتونن در ویا مراجعت کنن